مجدد داریم خدمت شما بینندگان عزیز. جناب مولانا بیننده پرسیدن از سوالای تماس تلفنی گفتن که در منطقه شون یک عصایی هست که میگوین عصای پیامبر صلی الله علیه و سلم است. آیا درست یا نه؟ چون کجا گفتن و مشخص نکردند که در کجا هست و اون چیزی که در مورد یعنی اسباب و وسایل زندگی رسول الله صلی الله علیه و سلم گفته میشه که نمیدونم موی مبارک رسول الله صلی الله علیه و سلم هست یا عصای رسول الله یا کفش رسول الله صلی الله علیه و سلم، هیچ گونه دلیل صحیحی برای اثبات این مطلب وجود نداره و با حدس و گمان نمی شود که یک چیزی رو به رسول الله صلی الله علیه و سلم نسبت داد و مو و عصایی که گفته می شود اینها مال رسول الله صلی الله علیه و سلم نیستند. تا دلیل قطعی و 100% نباشد نمی شود که انسان چنین حرفهایی رو باور بکند. درست. جزاکم الله خیر. بیننده بعدی در مورد قضیه غیبت سوال پرسیدن، گفتن که ما قصد غیبت کردن نداریم قلبا، اما وقتی که با کسانی صحبت میکنیم، با دوستان، در میان صحبتامون اسم افرادی میاد و در مورد اون هم صحبت میکنیم، آیا این هم غیبت حساب میاد؟ بله قطعا، یعنی این غیبت هست، یعنی بدگویی برادر مسلمان هست. چه این بدگویی بر اساس نیت باشه، عمدی باشد، یا اینکه شما ناخواسته یعنی در جمع و به خاطر شادمانی، به خاطر هر مورد دیگری که باشه بخواید یعنی تعریف بکنید و بخندید، این جزء غیبت برادر مسلمان شمرده می شود. جایز نیست، نه به صورت عمدیش و نه به صورت مزاح و شوخی. به هیچ صورت بدگویی کردن از برادر مسلمان و غیبتش در واقع جایز نیست و حرام هست و شما باید از برادر مسلمانی که غیبتش را کردید حلالیت و معافیت طلب بکنید و برای اینکه این گناه شما جبران بشود حتما باید برای آن فردی که غیبتش را کردید دعای خیر بکنید تا اینکه این دعای خیر انشاءالله اون عوارض غیبت را دفع بکند. در همان جایی که غیبتش را کردید خوبیانش را هم بیان بکنید و در غیابش برایش دعا بکنید که انشاءالله این کفاره اون غیبت خواهد شد و تا جایی هم که ممکن هست بروید و از اون هم عذرخواهی بکنید. در مورد غیبت من یک تذکر بینندگان عزیز بدم که همیشه یادمون باشه که وقتی که ما یک صفت، یک چیزی در یک شخص باشد، اگر ما اون رو پشت سرش بگیم و به صورت عیب اون رو ذکر بکنیم بین دوستان، به صورت خنده، به صورت شوخی و در مورد اون عیب‌هاش بگیم، این غیبته. یعنی اگر درش باشه، چون خیلی بهانه میارن میگن که نه اینجوری که هست، این که اینجوری هست و ما پشت سرش میگیم به عنوان یک عیب، یک شوخی، مسخره، این غیبته. اما اگر نباشه و ما بهش تهمت بزنیم، این دیگه تهمت و بهتان حساب میشه و قضیهش فرق میکنه. تشکر میکنم.